مرحله اول سیاستمدارا را بیرون کرد از میدان سیاسی، در مرحله دوم آورد قماندان های صحرایی را. مرحله سوم بود از سال 2006 تا سال 2013 زمان پرزیدنتیش. در اینجا باید چیکار میکرد؟ در اینجا وظیفه‌ای که نزد خود گذاشت منطقه ها را هجوم کرد. شروع کرد از کلاب، خوجند، رشت، بدخشان. خب یعنی که همین منطقه‌ای که هست همه را هجوم کرد، باید مردم به زانو نشوند. چون دیگر مردم پشتیبان نداشت. هر جو نفرهایی که از اونها پشتیبانی میکرد کشته شدن، زندانی شدن. هر جایی که بود همه اومد دستی رحمانوف زد. مرحله 2006-2013 پرزیدنتی رحمانوف در این 7 سالش سرکوب کردن مردم آسایشته بود که ترس در قلب مردم جا بکنه و این کار انجام داد. میدونین در کلاب میتونست که 2 کودکی در اونجا بود، میتونست که آزاد بران دستگیرشون بکنن بیارنشون. این کار میتونستن، نکردن. با تیر توپ تنگ در آمدن تا که مردم به ترسونن. زنهایی که خواستن قیام کردن اون زنها رو همه را بار کردن آوردن دوشنبه محوض کردن، باز جریمه سپردن، روانشون کردن. خب یعنی که ظلم و شید. نفرهای خب رفتن در استادیوم کلوب در وقت فوتبال یک بازی دیگر کردن، یک اختلافی کردن آوردن در اونجا. یعنی نفرهای بهتر نگفتن، سرکوب کردن مردم کلوب. حتی که دیگر از مسجدها که بیرونشون کردن، از مردم اومدن رو به فوتبال آوردن، فوتبال هم زدن، از دستشون گرفتن. سرپرست تیم کلوب گرفتن زندانی کردن، به دست داماد خودش داد تیم، همه اینها را برد در زیر حزب خودش داخل کرد. یعنی اینجا موضوع های زیاد. حالا ما کوشش میکنیم که اینا همش مختصر باشن. در اون رفت طرف رشت هم همین کار کرد، رفت بدخشان هم، خوجند، همه جا. یعنی که سرکوب کردن مردمی آسایشته بود تا که بترسونن. برای چی میگن که امروز رحمانوف در سالهای 90 این رحمانوف حاضر نبود؟ چون که در اون وقت سیاستمدارها بود و قماندانهای صحرایی بود که رحمانوف نمیگذاشت چنین احمقی کنه، چنین ظالمی کنه. رحمانوف قدم به قدم اونها را نابود کرد و در سال 2006-2013 هجوم کرد بالای سر مردم. خب و در سال 2013-2020 چهارم مرحله ای که رحمانوف یعنی که باید که پرزیدنت انتخاب شد و یک براتون ممکن در سال 2006 دیگه رقیب نداشت در پهلوش. رقیبی که در انتخاب در سال 94 99 بود، در 90 در 94 خب در 91 رحمان وجود نداشت، در 94 عبدالله جانف بود، در 99 دولت عثمان بود. یک رقیبای دیده میشید. سفرعلی کنجایف پیش از انتخابات کشت و در سال 2006 باشد دیگر در پهلوش هیچ نفری نبود، دیگر یک نفری نبود که دیده بشه. خب و از سال 2013 یک سالی که بگیم همگی امید داشتن که خب یک قوه‌هایی می شود، یک کاری کرده می شود بر ضد رحمانوف، چون دیگر مردم الکی خسته شدن، نفرها خسته شدن از رحمانوف. در مرحله انتخاباتی سال 2013 اینجا اساس امید اکثریت بود به حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلام. آمدن اینها یک ائتلاف ساختن و یک شتابی ساختن. کار در عموم دیده میشد، مردم یک نفرایی که به سیاست توجه میکردن یک امیدی در دل داشتن، خب عاقبت شاید در اینجا یک گپی بشود و اینها غالب بیان. اما متاسفانه حالا به انتخابات نرسیده الکی هر یک از این حزب ها کورپا را طرف خود هر کس میکشید. امبیسیای گروهی اینها را نگذاشتن که برنامه را درست راه اندازی کنند. حتی در همینجا نتونستن. ببینید دو حزب آمد که یک رقابت کنن بر ضد رحمانوف در انتخابات پرزیدنتی، اما امبیسیای حزبی بالاخره ائتلاف پراکنده کرد و تا حاضر یک داغ بین این دو حزب باقی ماندگی است. یک داغ باقی ماند. بالاخره آوردن یک خواب خالمون آوردن با تمام عزت و حرمت احترام بالای اون نفر و هیچ کس در اون میدان دیگر رحم نداد براش، امضا هم هیچ سم یعنی نشد. بالاخره رحمانوف نه الک از همین نفرها با امبیسیاشون خودشون شکست دادن. حالا با رحمانوف نرسیده رقابت نکردن تا با رحمانوف نرسیدن، خودشون شکست دادن و پراکنده شدن و رحمانوف هم بازم بدون کدام رقیب با همون حزبای کیسگی خود یعنی که انتخابات
باز موفق شد. در اینجا چیکار کرد؟ در اینجا سال 2016 حزب کمونیستی را زیر دست خود گرفت کلا. شادی شبدالوف میدونه که در اونجا اختلافات در آوردن در چیزا. یک نفر هم موقتا در اونجا راهبر موندن، اون وفات کرد و بالاخره خب امروز چی نام داره این جوانمون مهراج عبداللهیف، ولی مهراج عبداللهیف، خب این نفر جوان 72 ساله این آوردن گذاشتن. و حتی حزب کیسگی که سال 2005 شده بود اینها را از طرف تا پیرمرد گذاشته بود و بعد از فرصت کوتاه یکیش وفات کرد و دیگریش هم روان کردن دیگر جو، در جاشون بود نفری جوانتر گذاشتن، نفرهای 60 ساله هم 60 ساله گذاشتن. یعنی حزب را همه را کیسگی کردن. حزب دیگری که این هم گرفت در این مرحله کیسگی کرد حزب دموکرات بود. حزب دموکرات بود که در ابتدای سالهای 90 از طرف یک چند خب بگم که نفرهای روشنفکری مردم تاجیکستان تشکیل داده شد از این جانب بود و در سالهای 1999 اسکندرов راهبر این حزب شد و وقتی اسکندرov، منظور محمد روزی اسکندرov است، وقتی که یک چیز در یادم اومد، جانشین ششلیانیکوف چوباروف بود فامیلش در یادم زد. خب منظور مینیستر برون تاجیکستان که از ازبکستان روان کردگی بودن جانشینش چوباروف بود. خب و حزب دموکراتی بعد از محمد روزی اسکندرov وقتی که روان کردن داخل زندانش کردن، اینجا یک نفر دیگر اومد، مسعودوف بود اگر خطا نکنم، اومد یک مدتی بود و بالاخره رژیم هم در اینجا اختلاف ایجاد کرد، مسعودوف بیرون کردن و در جاش گذاشتن این دیگر انسانی خوب سید جعفر اسمانوف. یعنی این حزب هم کیسگی کردن. تمام حزبایی که بود در این دوران در این زمان رحمانوف کیسگی کرد، مونده است تنها یک حزب سوسیال دموکرات.